خب سلام. امروز میخوام در مورد یه نکته صحبت بکنم که بیشتر به درد رزیدنت ها میخوره ولی خیلی اهمیت داره. موقعی که ما میخوایم یه شانت ویپی تعبیه بکنیم، بر اساس کمپانی که این شانت رو تولید کرده ممکنه که یه سری استپای کوچیکی از عمل با هم دیگه متفاوت باشه. الان اخیراً من شانت مترونیک خیلی کمتر دیدم و عملا اون چیزی که حداقل ما استفاده میکنیم شانت میتیک آلمان هستش. این شانت میتیک مکانیزمش گراویتیشنال هست و کنار اون پامپش یه دونه استوانه فلزی داره که اون بالینکانه داخل اونه. موقعی که ما داریم از کوخر داریم شانت رو میذاریم حتما باید حواسمون باشه این فلزیه باید به پشت گوش قرار بگیره و کاملا به صورت عمودی قرار بگیره. یعنی اگر که ما اینجا گذاشتیم اینم گذاشتیم اینجا، این شانته از کار میفته. حتی اگر که سر عمل ما CSF ببینیم، این بعد این مدت دوباره هیدروسفال میشه. حتما باید بیا پشت گوش قرار بگیره.